هلو گایز، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون مستر انتی. بچه‌ها امروز هم یه ترفندی واسهتون آوردیم که پشمریزونه، ترفند کامپیوتر. بله، ترفندای به نسبتا کمی داریم که شاید خیلیاتون بدونید و شاید هم خیلیا ندونید. در هر حال من اومدم ویدیو رو واسهتون بگیرم که شما هم بدونید و بفهمید و از این ترفندا جا نمونید. حتما پس این ویدیو رو لایک، سابسکرایب کنید که چنل بره بالا و ویدیوهای بیشتری واسهتون بذاریم. بریم سراغ ویدیو. Let's go. برای فارسی کردن نوشته ها آلت و شیفت رو بزنید. برای پاک کردن پوشه هاتون دیلیت رو بزنید. برای بزرگ شدن حروفتون این دکمه رو بزنید. برای آوردن ویندوز رو خود ویندوز کلیک کنید. رو منو ویندوز این بچه ها اینو بزنید، منو ویندوزتون بالا میاد. بچه وقتی توی یک دونه پوشه هستید یا توی دسکتاپ هستید میتونید این دکمه‌ای که میگم رو بزنید و بیاین بیرون. این دکمه یک دونه برمیگردونه به عقب. بچه اگه خواستین کلا یک پوشه رو ببندید این دوتا رو بزنید که دستم روشه، این و این. اگه خواستین بچه این سفر رو داشته باشید اینو بزنید. بچه برای تغییر نام F2 رو بزنید. بچه برای درست کردن یک پوشه کنترل شیفت و N رو بزنید. بچه برای فارسی کردن صفحه نمایشگر آلت و شیفت رو بزنید. خب بچه ها اینم بود از ویدیو. انشالله که خوشتون اومده باشه. حتما چنل منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت خیلی خوشگلم برام بذارید. تا ویدیو دیگه، خدافظ.